میدونم تا حالا خیلی جاها شنیدی که میگن دنیا با بیگ بنگ یا همون انفجار بزرگ آغاز شده. ولی خب راستشو بخوای اصلاً انفجاری در کار نبوده. این اسم فقط باعث میشه تو ذهنت یه تصویر اشتباه ساخته بشه. اگه به ویدیوهای دانستنی و علمی علاقه داری، تو این کانال با سبک تصاویر انیمیشنی مباحث علمی رو به زبون ساده و خودمونی توضیح میدیم. پس کانال رو ساب کن، ویدیو رو لایک کن که بهم انرژی بدی و زنگوله رو هم روشن کن تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندی. خب بریم سراغ ویدیو. انفجار بزرگ یه اصطلاحه که به آغاز هستی دادن، ولی همین اسم باعث میشه فکر کنیم ماده‌ای بوده که منفجر شده و توی یه فضای آماده پخش شده، بعدش هم کم کم اتم‌ها، طبیعت و همه چیز ساخته شده. اما در واقعیت قبل از بیگ بنگ اصلاً فضایی نبود که چیزی توش باشه یا منفجر بشه. فضا، ماده و زمان قبل از لحظه صفر بیگ بنگ وجود نداشتن. اون اتفاقی که افتاد شروع انبساط جهان بود. تازه اونجا بود که فضا زمان ساخته شد و ماده شروع کرد به شکل گرفتن. در 1/10 میلیاردم ثانیه بعد از بیگ بنگ جهان از اندازه یک اتم به اندازه یک توپ فوتبال رسید. این رو انبساط تورمی میگن. قبل از بیگ بنگ کل هستی در یک نقطه بی اندازه فشرده بود. ساده بگم جهان از هیچی به وجود اومد. اون هیچی که ما هنوز ذاتش رو نمیفهمیم تو علم بهش میگن تکینگی. البته این تکینگی با اون تکینگی داخل سیاهچاله ها که قبلا گفتیم فرق داره. این یکی صفر مطلق از نظر ابعاد و اندازه است. اگه بخوایم علمی رو کنار بذاریم و کمی فلسفی نگاه کنیم، میشه گفت شاید همونجا خدا بوده که دکمه استارت آفرینش رو زده. چون ما به کسی میگیم خدا که از همه چیز، حتی از ابعاد کشف شده و کشف نشده فراتر باشه. حالا برگردیم به علم. فضا زمان به وجود اومد و دائم در حال گسترش بود. بعد از چند صد هزار سال دما به اندازه‌ای کم شد که کوارک ها و الکترون ها شکل بگیرن. علت بالا بودن دما در ابتدا اون انرژی فوق‌العاده فشرده‌ای بود که آزاد شد. چند هزار سال بعد کوارک ها پروتون و نوترون رو ساختن. باز هم چند صد هزار سال گذشت تا دما بیشتر کم شد و الکترون ها به هسته های اتمی که از پروتون و نوترون ساخته شده بودن چسبیدن. اینجوری ساده ترین اتم ها مثل هیدروژن، بعد هلیوم و بعد هم بقیه اتم ها ساخته شدن. اولین نور جهان تقریباً 380 هزار سال بعد از بیگ بنگ آزاد شد. این همون نوریه که امروز به شکل تابش زمینه کیهانی میبینیم. یعنی ما داریم به گذشته 13.9 میلیارد سال پیش نگاه میکنیم. با زیاد شدن ماده کم کم عناصر همدیگر رو جذب کردن و ستاره ها، کهکشان ها و اجرام دیگه توی 1 تا 2 میلیارد سال ساخته شدن. اینها اولین اجرام هستی بودن و الان مسن‌ترین های جهان به حساب میان. و اما برسیم به سوال بزرگ. ماده چطور میتونه از هیچی بیاد؟ طبق نظریه اینشتین، جرم و انرژی رابطه مستقیم دارن. یعنی جرم میتونه از انرژی ساخته بشه. انرژی شکل‌های مختلفی داره ولی حالت مادی نداره. یعنی نمیتونی لمسش کنی و فضایی رو اشغال نمیکنه. اما هر جرمی باید انرژی داشته باشه. بنابراین اون انرژی بی‌نهایت اولیه باعث انبساط جهان و پیدایش فضا زمان و ماده شد. شاید همین رو ما امروز بهش میگیم انرژی تاریک، چیزی که بشر فقط به طور غیر مستقیم و از روی محاسبات فهمیده که باید وجود داشته باشه. جالب اینجاست که انرژی تاریک الان هم باعث میشه جهان هر روز سریعتر از قبل گسترش پیدا کنه.
امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشی و یکم هم به فکر فرو رفته باشی. یادت نره کانال رو ساب کنی، ویدیو رو لایک کنی و زنگوله رو بزنی که ویدیوهای بعدی رو از دست ندی. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.